میگو یعنی تو ما زنگ نزنو نی تو به قصه منی نی مادر تو به قصه منی نی زن برا تو به قصه منی هیچ کدوم شما به قصه منی چرا؟ مگن زنگ زنو به شما که چای بیاری هم شکم گوشم کار کرده میشه بابا گفتم من میارم دیگه مال بیار مال که وقت تنو دیگه بابا بخول وقته خب بیاین چای خوب بخوریم بیاین برو یک گوشه بخوره یعنی اینجا بیاین دیگه من میام صبر کن اینا رو پاک کنیم تپه میگه از اون خونه دیگه پیاله شکر کده ورده اینا تا یک پلاستیک نمیتونیش که تا یک پلاستیک کنی خب چه کار بشه بابا شکر داره دیگه وای 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 کو دشلمه ها دشلمه نوردی نه خب بابا شکر هست دیگه دشمالا ما این چه کار عقل بخوریم خیر خوشی تا کی دیگه نون خود خو بخورن عقل کمال با شما یاد دوم دیگه شما در عقل شما نمیکشه کم 4 تا دشلمه ور داریم بیارین همین شکر خیلی باشه یک پیاله میشه دیگه چرا تلخ بخورم بخورین شیرینه دیگه بابا هم شکر شیرینه باشه شکر که بیارم دشماله چرا بیارم هر دو تا شیرینه دیگه میگون گیله که جیخ کردی که گوسفنده خوب در کن ببره ها بابا جوارم پاک نکردی بله او کدی بغضاله نیه بغضاله زرد نیه ای با کجا کنیه منطقه خونه قبل هم نیه خوب چه کاره بغضاله زرد نیه خود سه کنم خونه سه کنم بخول نیه آلی هم گوسفنده که تو آوردی میده به خونه آوردی دیگه هم گوسفنده تو سعی نکردی که کدوم اگه نیه کدوم اگه هسته کدوم اگه نیه اگه تا کچه گم کرده باشی ما به تو کار دارم با بپال اگه دیر پیشار بپال اکثر کنم خونه بپاله هم بسته این گوسفنده سعی نکردی دیشو نه چرا این گوسفنده که میاری چرا حساب نمیکنی حساب گوسفنده خود نمیگی که چند تا هست چند تا نیه چی میگه هم بغاله آویسته میگم گم شده چی میفهم چیکار کنم من چی خاکم سیاه و ساخت کنم خود از اینا هم 4 تا گوسفند هم اینوش کرده نمیتونم میگو وقتی برو بپلا خود گیلک گویم گوسفند پیدا کن وقتی گم کردم بپالم من تاگشتم از وقتی برو دیگه اصلا من از بیشتر خود نکنیم دیگه بابا کجا رو بپالم کدو سر قبرستون رو بپالیم کمیسا 4 تا گوسفند را گرفته نمیتونی شما کم یک پیاله چای برم میارم فقط زهر از خون میشه با جنبه ما کجا بپالم این گوسفند در وقت کلوخی بوده که جای خیلی کرده باشه این گوسفند در وقت کلوخی بوده که جای خیلی کرده باشه نیه اینجا گو مادر جو نه با بیلا
با بیلا با بیلا تو سی که تو این بزغاله به تا باغچه یاد رفتیر نبرده این اینجا یخ زده کو با بیلا گیلک در به درشی وای 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 بله بابا بابا تا باغچه می باید گوسفند میپایدم میته می آمدم بابا گیلک امی گوسفندار که برده این بزغاله را تا باغچه به در نکرده نبرده بزغاله اینجا بمونده همین تا بزغاله یخ زدم تا خشک خوش شده بمورده بابا خانه تا همین جویا پرتوه بابا خوش شده بابا چرا مرده من چه کار کردم خوی همین گوسفنده که تا باغچه بیرون میکنه میبره به خونه همه اقضا فکر نمیکنه که چند تا بود چند تا هست سالک خب مر چرا نفری میکنه حالا چه کار کنم این بو مرده بیام خوبه خداحافظ بابا مر نفری میکنن فقط من بزغاله را آوردم خودی می از باغچه بیرون میکنه اوش خور بگه که چند تا بوده چند تا هسته چه کنم این گوسفند نبه این گوسفند نبه به کجا بدم بیلا گردن همه من باشه پوستم پیارم میکنه گوسفند گمشه نیه من که دیشب از این میرم تو مخونه بچه خاله بزغالی زرد گوشا بلند لنگا بری که دیشتک ندیدی؟ ندیدی؟ اگه میشه که بدیدی ماماجی بیاین ولش با یک بیستی هم شیرینی میدون خوبه؟ که گردن به من باشه پیار به خبر شا پوست بر میکنه با بیلا اشتا کنی بزغاله 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 به کجا رفته باشه بزغاله چیکار نی اشته کنه به اینجا گام نیه گردن همه بند باشه پیار اون از من بیشتر ماست مدام میگو که گیلک بزغاله خود از تو بیشتر بایم این بزغاله تا به اون فرق میکنه چون هر سال یک جمال دی تا جمال میزایه اشته کنم من چه کار کنم من کجا برم هر جا برم دیگه ماما همسایا برادر از من یک بزغالی گم شده زرد گوش بلندیه لنگا بریکی داره ماما برادرم این نگاه تاجونیه برادر هر کس بیافته بزغالی از من لنگا بلندی لنگا چیزی داره گوشم بلندی داره بزغالی من گم شده کجی بله بابا بزغالی زرد گم شده شب کجا بدی؟ های کجا بدی؟ عدودم ایتا سرال گشتون بزغاله قی ببری لاشتی که جیره داره من دیشب تو بغداله را بخچه بیاوردی های دیشب بغداله را بابا بخچه گوسفندا بیاوردی برا بزغالار همه خودی هم بود آخه دمی که میاری تا بخچه و در میکنی شماره کو ما چی؟ اون یا عباس برفته و بخچه دیدم بغداله به تحجو یخ زده بزغالی ما؟ بغداله پاد یخ زده خوش شده بزغال زرد بو مرده عباس ره که بابا برو بغداله رو پار برا
بغزاله برای باغ بپلی اونی به باغ بگوشی با خوش شده به بابا جان که جیرمه دیشب با گسپنده را باغ بیرو کردم بیا آوردم خوام یک شماری میکردی سه میکردی کدو کعبه کدو نیه او البته اونی بجی. خوش شده او البته خاطر علفا پس یخ زده دیشه چه کن جوار چه کاره البته گسپند پس ورگشته رفته به باغچه رفته حتما نمیته شده اش تو نمیده با بیال گسپند ما بمرده خوش شده ایونه که یخ زده راست میگی بیار به چی بگو و خدا بیار به گسپند خیلی باز پوستم میکنه راست میگی ولی تو بگفتی بدیدی خبر داری با من نشد و ایش نکنم بابا گیلک بگو خونه خونه بابا بشی بوسالیه سه گونی بابا درار همه واقع رشته ببینی گیلا گیلا میگم در واکو گیلا گیلا در واکو چی باید بابا؟ اما تو گرگه میجی در واکو در واکو میگم تو همون فکر نکردی که ذاتی میگه آر به دست تو میدادم خفه کنم تو رو بیتم آخ تو چرا گسپندر گسپندر کارم کردی تا دلم بچکا بابا بابا یخ زده دلم بچکا بابا نمیدونم یک دفعه در واکو تش تو به خاک شو که تو دو تا گسپندر تو جمع کردن نمیتونی تو بیا بیا بابا جو بابا نگو تو هم دو تا گسپندر جمع کردن میتونی اسمه جانم ها این چرا پیش تو بوندی طبقچه آخه من تاریک جور یخ زده آخه گسپندر مال 10,000 12,000 به قیمت هم گسپنده آخه من نداره بیا من دل خنک بود تو گسپندر حساب کرده نمیتونی دیشب خیلی خنک بودک بابا خدا میکن با باغچه بدر کرده بودین که میاونی مثل رای حساب میکنی خب چی میفهمیدم همه گسپند خدا زد کمی گوار به دستتو میدادم همین گوار که گم بشه یا من دیگه ایش میکنم ایشوش میکنی 10,000 روپیه بغزاله بمور مرد دیوانه جون مکردی مرد دیوانه جون مکرد چون ساده ای دیگه ساده ای پیش می آنی ساده ای برو دیگه برو میگو ساله بازه به خانه زی بده دست شما دیوانه شدم ببندی بابا دمگاه خونه ببندی که در میشه فکر نمی کنم تو یک بغضالیش کردن نتونی این زنده روزگاریه با تو میگم برو چون تباقی شار که میگی من میره گسپنده آخو میچونم گسپنده را میبری تباق شیلی میکنی یک حیاتو میره که یک سال رو پرباد بیامده بستاده وای 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 حرام شد اشته پولکام عیب شد کاش گرمه فروختم چه کار ازم؟ چه کارم بزغالگک محروم شد چی؟ دیگه دلا شما یخ کرد بزغاله محروم شد اشته بوده و کجا حروم شده؟ دیشب تا باغچه گیلک خانه یادی برفته بوده یخ زده ایوونه کاش گرمی خریدم میفروختم 10,000 روپیه عیب شد همون بزغاله که از تو بوده همون یخ زده هم یکی می از همه جا بیامده بیایم یکی می بد یادی بره هم یکی می ایوونه حروم شه یخ زده بوده این چی رو من بوده که همه بیارده به سر آورده بابم چانس به پینکس یا ما به همون بزغاله تو حروم شه کاش که میفروختم نصف قرضا خور میدادی همون بیتر بودی که من پولم به من میمونده من هم حروم شد گاله هم خیلی گریه نخورده گاله میتر نصیب بوده دیگه همه قصه نخورده گاله کبو شده گاله چی فایده داره بچه ها مردم هم میفتم میمورن دیگه افسوس خوردن چی فایده داره خویشته چانس گندی دارم که من بیا میتر نپینک ما سیاهه دیگه چه کار کنه من بیام مدام که ای که گل به اون میده خوب شد دل تو یخ کرد
میگم جناب علی نکنه خود تو یه لکده بشی به طباخچه او. میگم فقط خودی کی داره. خب بگو چی میگی دیگه؟ همین زن خود بابا بفهمم من که دشمنی نگو تو دشمن منی. من دشمن تو نیم، تو دشمن منی که من دشتی بزغاله و تا باغچه یله کردی او ایوونه. همین 4 تا گوسفند داری تو آدم نمیشه که مینا جمع کنی که یک با دیشب با تلفات دادی. بابا جان دیشب تحریک شدی بدن گوسفنده را باغچه بیرون کردم بیاوردم به سرا بیاوردم من چی خبر داشتم به تحریکی اونا شما رو میکردم. آبور هرجور ریشنهی که هسته بردار بیار اونا رو به سرا من ریشنهی آوردم دیگه تاجونگی بیامدم به سرا حرکت کردم بیامدم هلی ریشنهی بود گلی تحریک شد. انا بیامدم به سو وقت بیرون کردم اینا رو که ببرم به باغچه ببرن اسای میکنم بزغاله ازینیه. عباس برفته بپلیده به من یک دمی بیامده میگه که اونه چیز میگه اول ببرده اینجا قرار که دیگر مثل که خونک بدم گردنم بند دیشب من خونک خوردم. غریب مرم یک سده بود. خوب شد که خونه خوردی، خوب شد از دلم بزغاله ایوون. تو همین گوسپندر بیاردی به می سرا همین زم متوجه نشدی شو که به پیش اینا علف انداختیم متوجه نشدیم که بزغاله نیه. صبح جنازی و جسد برداشتیم بیاوردیم. صبح هم عباس رفته سعی کرده تو هنوز اونا صبح هم بیری کردی ببردی به سرا هنوز نفهمیدی که می بزغاله نبردم نه نفهمیده. داخل به خونه اینا بیرون کردم سعی میکنم این نیه. خود 20 تا گوسفند نمی چی میفهم که دیمک نیه. فقط یک 70 تا یک 80 یک 200 تا هست. کار که هریو تو میشه بگو که من همی کار هریو میشه که ما همون کار به تو بگین که بکو. طفلا خیلی دل من بزرگ میسوزه دل من خیلی ناگواره. چک داد برخ که درخت پشت کنه یک سنگ به شاخه بزنم. همه دل من میسوزه ولی که شیرین بزنم. شاید بر به هل نکنه. میگم همون اونجا یک سال یه چیزی ندازده بشی نه اگر دلم افتاده باشه. نه بابا خود از این خفه کرده باشه. نه اونه برو بپرس از تو خفه کردی تو خفه کردی چوب کنم. از کی برو بپرس؟ خود بوز بوز که دیشب بری اقصد از چی برو بپرس؟ فهمی یک کار دیگه کزنده یا او که بچه پیار منی که گفت زنه. یک اوشیار میبود یک اوشیار میبود ای به خان ما نمیفتاد میگه تو برو اگوسپندا بپرس که امور ما بزدم یعنی من میگم امور خفه کرد همه رقیفای کو بوده دیگه برو بپرسم میگه به اگه گو بگ بفهم که ما بزدم تو رقیفی و نبیدی کاله سابه کو اگه اون مزدم او چرا یخ زد گوسپند مرده هم یخ میزنه تو اگه عقل کمال داری من چی میگم من میگم مثل که مثل خیال خاری که دیگه خلسوری نکرده بشی بالی از اون نششته بشی اون هم ایگون خفه شده بمورده دیگه از اون تا هر کاری میاره ببین با بگو مقصر تونی دیگه اصلا مقصر تونی همه میشن که داری حتی گوسپندا ما بیری کمتا گده نمیچرم چرا تو وظیفه تو چیه وظیفه من گوسپندا پیار منه با سر پیار تو میچرونم گوسپندا را گیلا بالیا بچرونی بفهمیدی خیراته نه بچرونی بزغاله من بکشتی حال و گپ هم میزنی دارفتانه گردانه و بند باشه تو رو میزنم که هیچ دکتر قبول نکنه تو بالیا دیشب 15 نفر بخورده بودم راه رفتنش سایکو بدیدی؟ این روز بروز بدتر میشه یعنی نصیحت دی از گپ بزغالی ایوان من بکشه من تاونی کرده